اسلام هم چیزی که از ما میخواد این است که ما استعدادهای خودمون را به فعلیت برسونیم. البته در قرآن یک نکته بسیار اساسی هست، من این رو بد نیست به شماها جوانهای عزیز بگم، و اون توجه دادن به تقواست. تقوا رو وقتی که افراد میخوان پیش خودشون تصویری از تقوا درست کنن، به ذهنشون میاد نماز و روزه و عبادت و ذکر و دعا. ممکنه اینا همه در تقوا باشه، اما هیچ کدوم از اینا معنای تقوا نیست. تقوا یعنی مراقب خود بودن. تقوا یعنی یک انسانی بدانه که چه کار داره میکنه و هر حرکت خودش را با اراده و فکر و تصمیم انتخاب بکنه. مثل انسانی که سوار بر یک اسب رهواری نشسته، دهنه اسب دستشه، میدونه کجا میخواد بره، اسب سواری هم بلده، اسبم زیر ران او رامه، این میتوانه هر جا بخواد بره. این تقوا اینه.